با سلام و احترام، امیر مظفری هستم. کارهای کناف و برقکاری انجام میدم. انشالله که دوستا همکارا اگر پیج ما رو میبینید، اگر ویدیوی ما رو میبینید، لطفا حمایت کنید. اینجا دارم زیر کار رو چک میکنم ببینم محکم شده. بله اوکی. اینجا بیرون از ساختمون کار شده، ما بهشون میگیم سریدر لاوی. اینجا حتما باید کنافای امعار درجه که ضد آب کار بشه. اینجا هم دارم بارفیکس میرم که اوکی انشالله. اینا اگر کنافای ضد آب امعار درجه کار نشه، فردا اگر بارون یا برف یا نم چیز بشه، اینا حتما باد میکنه و خراب میشه. ولی اگر کنافای ضد آب درجه کار بشه چیش نمیشه. این هم رفیقم محمدی که اینجا قرار لاین کار بشه با عرض 3 سانتی داره برش های لاین رو انجام میدن. دیگه خدمت شما عزیزان که عرض کنم، اینجا قرار لاین 12 کار کنیم. اگه 220 باشه خطرناکه، بعدا احتمال برق گرفتگی و آتش سوزی میشه. اینجا حتما باید 12 کار بشه. حتی هر 3 متر و 50 به پایین باید ما ترانس بذاریم. اگر ترانس کار نشه اینجا حتما میسوزه. اینا اینم منم که دارم لایم کاری میکنم. اینا یه منفی مثبت داره. ترانسم یه دونه درای سر 3 متر و 50 نصب میکنم که برق رو باید تبدیل به مرده کنم، برق زنده رو. از یه متر تا 3 متر و 50 این ترانس ها جواب میدن. اینجا قرار مثل کلپس یه پشتش رو، اون پروفیل چیزو باز گذاشتیم که از پشتش رد کنیم، چون اگر تیکه تیکه کار کنیم این بعدن سیاه میشه، چون اونجاش خالی میمونه. بعد زیر این لاین حتما باید چسب مخصوص داره که چسب کنید، چون بعدن کنده نشه، چون زمانی که داغ میشه اینو حتما ول میکنه. خب چسب خودشون ضعیفه. انشالله داره تمام میشه دیگه. اینا حتما باید نچرال باشه. یه لاین هم کار بشه اوکی، جنسی خوبش یه لاین اوکیه. ببین چقدر قشنگ شده. همکارا حتما صاحب خونه ها، صاحب وایدان میگه نقاشی نمیخواد.